هی خوش اومدی به یه ویدیوی دیگه. سواتینگ اصطلاح آمریکاییه که یعنی یه سرویس اورژانس رو با فرستادن یه تیم پلیس با تلفن به آدرس یه نفر سر کار میذارن. این کار غیر قانونیه و اگه طرف گیر بیفته بعد جور مجازات میشه. ولی خب پیش اومده که این اتفاق افتاده از یوتیوبرها بگیر تا استریمرهای تویچ و بقیه آدم معروفا. امروز 10 نفر رو بهت نشون میدیم که با سواتینگ سر کار داشتن. تو این کانال جدیدی پس یادت نره سابسکرایبمون کنی و زنگوله رو هم بزنی. قبل اینکه شروع کنیم لایک مشتی هم بده. شماره 10. هوا یه مدل فریلنسر و استریمر تویچه از دالاس تگزاس تو آمریکا. اون تو لایو هاش بیشتر بازی میکنه ولی یه روز استریم معمولیش یهو تبدیل شد به یه چیزی شبیه فیلم پلیسی. اول صدای آجیر پلیس رو شنید ولی هوا نمیدونست دنبال اونن. آخرش یکی کوبید به در خونش و وقتی در رو باز کرد پلیس ریخت تو. ازش خواستن دستاشو ببره بالا. هوا به پلیس میگه که داره تو تویچ لایو میذاره و احتمالاً یکی از بیننده‌هاش پلیس رو الکی خبر کرده. اونا هم زود فهمیدن که همه چی اوکیه و یه جا یکی از پلیسا حتی به دوربین دست تکون داد و سلام کرد. شماره 9. آدین راس یه استریمر تویچه که تو فلوریدا تو آمریکا به دنیا اومده. اون وقتی معروف شد که بازی NBA 2K20 رو با پسر لبرون جیمز بازی کرد. حتی یه گپ کوچولو هم با خود لبرون جیمز زد و این قضیه تو اینترنت ترکوند. اون یه آدم جنجالی هم هست و چند بار کتک خورده. آخرین بار 20 تا پلیس دم در خونش بودن. یه ویدیو تو توییتر گذاشت که نشون میداد ماشینای پلیس دارن میرسن به آپارتمانش. چون قبلا هم این اتفاق افتاده بود به بیننده‌هاش گفت که عصبانیه چون این کار میتونه دوستاش و زندگی خودشو به خطر بندازه. از اونی که این کارو کرده بود خواست که دست برداره و خوشبختانه از اون موقع دیگه این اتفاق نیفتاده. بعدن معلوم شد اونی که تیم سوات رو فرستاده بود سراغش کسی بوده که میخواسته از آدین انتقام بگیره چون بهش محل نذاشته بود. شماره 8. دجی یه یوتیوبر و بوکسوره. اون داداش کوچیک یوتیوبر معروف KSI هست و اول کارش اونم یه بار تیم سوات ریخته بود سرش. اون موقع ادعا کرد که کار یکی از بیننده‌هاش نبوده بلکه همسایه‌اش بوده چون باهاش دعوا کرده بود. اون روز دجی تو باغش بود و داشت برای یوتیوب فیلم میگرفت که چند دقیقه بعد مامورا پیداشون شد. میگه حتی صدای آجیر پلیس رو هم نشنیده بود قبل اینکه خونش محاصره بشه. همه چی با دوربین مداربسته در خونه ضبط شده بود. اول باباش مجبور شد بیاد بیرون، بعدش هم دجی که اون موقع خیلی ترسیده بود. پلیس با کلی تجهیزات اومده بود مثل سپر، جلیوه ضد بوله و اسلحه. آخرش پلیس فهمید که قضیه اون قدرام خطرناک نیست و بیخیال خونه دجی شدن و رفتن. شماره 7. جرد که بیشتر به اسم سامیت وانجی معروفه، یه استریمر تویچ آمریکاییه که قبلا بازیکن حرفه‌ای کانتر استرایک بود. اون آخرش از دنیای گیمرهای حرفه‌ای خدافظی کرد و تصمیم گرفت تو تویچ بازی استریم کنه که اونجا خیلی معروف شد. به خاطر معروفیتش هی با سواتینگ درگیر میشد. چند سال پیش با یکی از دوستاش توی پارک عمومی پوکمون گو بازی میکرد. ولی خب یکی از بیننده‌هاش به پلیس زنگ زده بود و گفته بود یه مرد با کالاشینکوف داره اونجا میپلکه. تو لایو استریم معلومه که پلیس سامیت وانجی رو به عنوان مظنون صدا میزنه. اونم توضیح میده که کار یکی از بیننده‌هاش بوده و نباید تو لایو استریم بعدی جاشو لو میداد. شماره 6. کای سنات یه یوتیوبر آمریکاییه که سال 2022 با ویدیوهای طنزش ترکون و تو اکتبر 2022 حتی پرطرفدارترین استریمر تویچ شد. متاسفانه اونم با سواتینگ درگیر بود. انگار برای بعضیا فرقی نمیکنه آدم خوبی باشی یا جنجالی، فقط میخوان کرم بریزن. دقیق نمیتونیم ببینیم چی شده، ولی یه جا کای از پله ها میاد پایین تا در رو باز کنه و بعدن توی استریم توضیح میده که یه تیم سوات دم درش بوده. اون تو اون وضعیت آروم موند ولی تصمیم گرفت استریمش رو تموم کنه و چند بار به بیننده‌هاش گفت که سواتینگ اصلا شوخی بردار نیست. شماره 5. بیشتری‌ها احتمالاً اسم اندرو تیت رو شنیدن. اون یک کیک بوکسر حرفه‌ای بود و الان یکی از گنده‌های شبکه‌های اجتماعیه. اندرو بعد از اینکه چند تا حرف جنجالی آنلاین زد تو اینترنت معروف شد. چه ازش خوشت بیاد چه نه، قدیما اونم با سواتینگ درگیر بوده. اندرو توی مصاحبه گفت که یکی به مقامات زنگ زده و گفته که اون کارهای غیرقانونی میکنه. همونطور که تو فیلم‌ها معلومه یه تیم سوات با یونیفرم، کلاه ایمنی و اسلحه ریختن تو خونش.
آخرش هیچی غیرعادی پیدا نشد، ولی تازگی‌ها با گشتن خونش توسط پلیس رومانی دوباره خبرساز شد. شماره 4. آیشو اسپید یه یوتیوبر و استریمر توییچه که سال 2021 و 2022 خیلی معروف شد. متاسفانه اونم با سواتینگ درگیر بوده. پلیس اوهایو یه روز یه زنگ نگران کننده دریافت کرد که توش گفته بودن اسپید میخواد به خانواده‌اش آسیب بزنه. یه تیم سوات فرستادن و کل ماجرا با دوربین لباس پلیس ضبط شد که میخواستن دستگیرش کنن. تو ویدیو شنیده میشه که اسپید به پلیسا توضیح میده که هیچ غلطی نکرده، ولی بازم بهش دستبند زدن و بردنش تو ماشین پلیس. تو ویدیو همچنین معلومه که یکی از دوستای اسپید به پلیسا میگه که اگه میخوان بیگناهی اسپیدو ثابت کنن فقط لایو استریمش رو ببینن. شماره 3. لیفی ایز هیر یه یوتیوبر بود که الان دیگه تو یوتیوب فعال نیست، ولی قدیما به خاطر ویدیوهای ریاکشن، دراما و بازی با تیکه‌های بالش معروف بود. داستان سواتینگ اون حتی به اخبار محلی هم کشید و مال اون موقعی که هنوز با پدر و مادرش زندگی میکرد. انگار پلیس چند بار به در خونش کوبیده بود، چون اونی که زنگ زده بود گفته بود اون اسلحه‌های خطرناکی داره. متاسفانه این اتفاق نه یه بار بلکه چند بار یکی خودش رو جای اون زا زده بود و هی به پلیس زنگ میزد. لیفی ایز هیر هیچ وقت دستگیر نشد چون کار غیرقانونی نکرده بود، ولی باید خیلی رو اعصاب بوده باشه که هی پلیس دم در خونت باشه، نه؟ شماره 2. میتونی فکرشو بکنی انقدر با سواتینگ درگیر بشی که راحت ترین راه این باشه که پاشی بری یه کشور دیگه؟ این داستان فیلیکسه که بیشتر به اسم XQC معروفه. اون سال 2016 کارشو تو گیم حرفه‌ای شروع کرد، ولی بعداً زد تو کار لایو استریم تو تویچ. امروز اون یکی از معروفترین استریمرهای تویچه و عجیب نیست که اونم با سواتینگ درگیر بوده. وقتی با همخوناش تو تگزاس زندگی میکرد این اتفاق چند بار براش افتاد. اونقدر به این قضیه عادت کرده بود که اتاقش رو یه جوری چیده بود که پلیس بدون اینکه بیاد تو خونه بتونه راحت چکش کنه. اون و پلیس حتی با هم کنار اومده بودن که اگه در آینده مشکلی پیش اومد اول به خودش زنگ بزنن. شماره 1. احتمالاً فیز کلن رو میشناسید، یکی از معروفترین تیمای گیم تو دنیا. کرتیس که بیشتر به اسم فیز درتی معروفه، یکی از بازیکنای باحال تیم فیز بود و خیلی وقت پیش قربانی سواتینگ شد. یه بولنده به پلیس زنگ زد، خودش رو جای اون زا زد و گفت که میخواد یه کار وحشتناک تو خونش بکنه. سریع یه تیم سوات فرستادن خونش و اولش پدر و مادرش فکر میکردن شاید یه فرانی اون دوره برا باشه. وقتی فهمیدن دارن به در خونه اونا میکوبن شوکه شدن. پلیس دقیقاً همون موقعی که کرتیس داشت بازی معروف کال آف دیوتی رو لایو میذاشت ریختن تو خونه. خوشبختانه اتفاق جدی نیفتاد و اون تونست قضیه رو برای پلیس توضیح بده. شما کسی رو میشناسید که با سواتینگ درگیر بوده باشه؟ تو کامنت ها به اون بگین. اگه از این ویدیو خوشتون اومد یه لایک مشتی بدید. اگه میخواید ویدیوهای بیشتری از ما ببینید روی صفحه کلیک کنید یا تو کانالمون بگردید. دمتون گرم که تماشا کردید و تا ویدیو بعدی.